سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. یه بررسی جذاب داریم از گوشی بسیار زیبای ردمی ایسه که به جرئت میشه گفت یکی از زیباترین گوشی‌ها توی رنج قیمتی 4-5 میلیون تومنه. طراحی ایسه خیلی جالبه. یه جورایی آدمو یاد گوشی‌های میت هواوی یا کلاً گوشی‌های بالا رده میندازه. این گوشی تو 3 تا رنگ عرضه شده، یا آبی ستاره یا بلو استار که الان اینجاست، یه رنگ سبز زیتونی خیلی جذاب و یه رنگ مشکی. گوشی ایسه عرض باریکی داره. این باریکیش باعث شده که خیلی خوش دست بشه و اصلاً ابعاد بزرگش به چشم نیاد. قاب پشتیش از شیشه است، فریمش پلاستیکیه، دکمه‌هاش هم خیلی نرمه که حس استفاده ازش حس یک گوشی ارزون قیمت رو القا نمی‌کنه. وزنش خیلی سنگین نیست، حدود 193 گرمه. فقط یادتون نره که این گوشی هیچ گواهی ضد آبی نداره. ردمی ایسه اندرویدش 14 با میوآی عرضه شده. حافظه‌هاش هم خیلی متنوع. 64 گیگ از رم 2 داره تا رم 4، 128 گیگ هم از رم 3 داره تا رم 6. البته پیشنهاد من اینه که اصلا سمت رم 2 این گوشی نرید. خب بریم سراغ صفحه نمایش. نمایشگر این گوشی یه پنل 6.71 اینچی IPS LCD 90 هرتزه که رنگاش خیلی چنگی به دل نمیزنه، اما اصلا بی‌کیفیت نیست. روشناییش تا حد اکثر 500 نیته، اما من زیر نور خورشید یا فضای باز برای دیدن محتوا اذیت نشدم. ایسه کلا 2 تا دوربین داره با یه قاب بزرگ. الان توقع داشتم 4-5 تا دوربین توش باشه، ولی در کل 2 تا دوربین داره، یه 8 مگاپیکسلی و یه دوربین کمکی که برای عکسای پورتره است. دوربین سلفیش هم یه لنز 8 مگاپیکسلی تک لنزه. بریم ببینیم دوربین ایسه زیبا و جذاب چه عکسایی برامون میگیره. ردمی ایسه تو روشنایی روز عکسای بدی نمیگیره. یعنی با این قیمت و دوربین 8 مگاپیکسلی، با اینکه توقع زیادی ازش نداشتم، ولی میتونه عکسایی بگیره که راضیتون کنه. عکس‌ها نویزی نداره، اما رنگ‌هاش بعضی اوقات یکم جیغه، یعنی رنگ‌ها رو پررنگ‌تر از واقعیت نشون میده. داینامیک رنج نسبتاً پایینی داره، اما وایت بالانس خوبی داره. راستی اگه تا اینجای ویدیو راضی بودین، حتما این ویدیو رو لایک کنید. برای ادامه فعالیتم نیاز به حمایت شما دارم. سابسکرایب یادتون نره. اینم از فیلم برداری با حد اکثر کیفیتی که میشه با ردمی ایسه گرفت. یعنی 1080 30 فریم بر ثانیه. کیفیتش متوسطه، اما نکته اصلی اینجاست که دست من خیلی تکون نمیخوره. ولی چون این گوشی لرزشگیر درست حسابی نداره، حتی کوچکترین لرزش هم تو تصویر ثبت شده. در مورد باتری، ردمی برای این گوشی یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی در نظر گرفت. اما خب متاسفانه با اینکه شارژر داخل جعبه هست خیلی ضعیفه. یعنی شارژر 10 وات برای این حجم از باتری واقعا کمه، چون برای شارژش باید تا 2 ساعت و نیم صبر کنید. ردمی ایسه تا اینجای کار به جز شارژرش هیچ نقطه ضعفی نداره. اما یه مسئله دیگه هم هست. تراشه مدیاتک هلیو G36، یه تراشه پایین رده 12 نانومتری که کند بودنش واقعا برای من به شخص آزاردهنده بود. نه اینکه ضعیف باشه بگیم هیچ برنامه‌ای رو باز نمی‌کنه. اتفاقا مشکلی توی باز کردن برنامه‌ها نداره. ولی کند بودنش ممکنه برای شما هم آزاردهنده باشه. برای تست من بازی موبایل لجند رو ریختم که گوشی خیلی داغ نکرد، اما لگ زدنش توی بازی واقعا رو مخ بود. در نهایت باید بهتون بگم که این گوشی رو به هیچ عنوان برای بازی پیشنهاد نمیدم. حسگر اثر انگشت این گوشی رو دکمه پاوره. با اینکه گوشی کشیده یه جای خیلی درستی قرار گرفته و دسترسی بهش آزاردهنده نیست، هرچند سرعتش یکم پایینه، اما برام واقعا عجیب بود که بدون هیچ خطایی اثر انگشت رو تشخیص میده. مرسی که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. برام حتما نظرتون رو درباره این بررسی بنویسید و بگید که دوست دارید گوشی بعدی که بررسی میکنم چه گوشی باشه. خیلی عشقید. تا یه بررسی دیگه، فعلا خدا نگهدار.